سلام بچه ها، بعد از یه مدت طولانی حالتون خوبه؟ من فکر کنم بعد از 3-4 ماه، شاید هم حتی بیشتر، اومدم اینجا یه ولاگی ضبط کنم. در واقع این شوقم یکی از شماها روشن کرد که بهم گفتش که ولاگا رو دیده و دوست داشته خیلی و انگار دوباره اون شوقه رو در من زنده کرد. از همینجا تشکر میکنم از فریده که دوباره بیام اینجا حرف بزنم. اول میگم که این چند ماهی که نبودم، یعنی در واقع بودم اما هیچ ویدیوی ضبط نکردم، دلیلش این بودش که تقریبا تو ماه می بود که یهو چند تا چیز خیلی بزرگ همزمان توی زندگیم شروع شد، زمینه کاری و درسی و یه سری از مسائل دیگه، و من احساس کردم که من دیگه واقعا نمیتونم همه این چیزا رو با هم دیگه هندل کنم. یعنی واقعا همه چیز رو شات داون کردم که اون چند تا چیز اصلی رو انجام بدم، یعنی راجع به درسم و راجع به کارم و اینکه اصلا متوجه شدم که کلا یه مسیر خیلی طولانی تری پیش رومه از اون چیزی که فکر میکردم. یعنی در واقع واقعا باید انجامشون بدم، اینجوری نیست که تو ذهنم باشه. و واقعا احساس میکردم که خیلی شرایطم تغییر کرده و باید همه انرژیمو بذارم روی اینکه این مسیر رو برم جلو. در این حد که میتونم بهتون بگم که من که حالا کلا یه جورایی میتونم بگم معتادم به گوشیم و خیلی گوشیمو چک میکنم و توی متاسفانه توی اینستا و تلگرام و اینا وقت میگذرونم. واقعا ساعت‌های استفاده از گوشیم در کل روز به کمتر از 1 ساعت رسیده بود و هر روز ساعت‌های خیلی طولانی توی لب کار میکردم. کلاسامو میرفتم، کلاس تابستونی میرفتم، کلاس دانشگاه یعنی، و بعد که میومدم انقدر تکلیف و کار داشتم که از لحظه‌ای که میومدم شروع میکردم 10 شب شاید تموم میکردم و میخوابیدم و دوباره همین پروسه رو فردا ادامه میدادم. و در این حالم خیلی حس بدی داشتم به خاطر اینکه حس میکردم زندگی من داره همینجوری از لای دستام میچکه و میره پایین و من هیچ کاری نمیکنم. من فقط دارم کارهایی که باید انجام بدم الان رو انجام میدم و همینجوری دارم فقط عمرمو میگذرونم بدون اینکه هیچ لذتی ببرم و فقط تحت فشارم و زندگی نمیکنم. و همین هم یه حالت خشم و سوگی بهم داده بود تا اینکه همینجوری ادامه دادم. شاید میتونم بهتون بگم که 2 ماه همینجوری 2-3 ماه همینجوری گذشت و به منم کمک کرد چون تونستم که یه ذره اون پروسه رو جلوتر ببرم. البته فکر میکنم دوبارم تکرار بشه، اما بهم کمک کرد که بتونم اون پروسه رو جلوتر ببرم. و در این حال همین که نمیومدم تلگرام و مثلا کانال و یوتیوب و نمیدونم اینستا و اینا رو چک کنم، خیلی از نظر روانی شرایطم رو به حالتی که ورودی های الکی مغزم کم بشه نزدیک تر کرد. چون که من فکر میکنم همه مثلا میگن اینستا یا نمیدونم یوتیوب یا اینجور چیزا خیلی وقت ما رو تلف میکنه، اما حقیقتش رو بخوایم من فکر میکنم مهمترین چیزی که از ما تلف میکنه انرژی روانیه. یعنی مثلا من یهو اولا که کلی دیتایی رو به مغزم وارد میکنم که اصلا لازم نبوده، بعدم این که توی موقعیت مشابهی که مثلا با آدم‌های دیگه هستم نمیتونم زندگی اونا رو واقعا ببینم و فقط دارم یه لایه سطحی از زندگیشون رو میبینم و مدام زندگی ناقص خودم رو با اونا مقایسه میکنم که زمانی که تو شرایط مثلا نرمالی باشم اون قضیتم نمیکنه، اما وقتی که احساس میکنم زندگی خودم داره همینجوری هدر میره به نظرم گزینه خوبی بود که مثلا یه مدت این کارو کنم. خلاصه این کارو کنم. خلاصه اصلا انرژی، انگیزه و وقت این که کوچکترین چیزی بگم و نداشتم، حتی نمیخواستم با بقیه حرف بزنم. اما خب به مرور شرایط یکم بهتر شد و الان من ترم جدید رو شروع کردم و دوست داشتم که یه ذره بیام اینجا حرف بزنم از تجربیات خودم، از اون چیزی که بهم میگذره. الان اومدم سفر و میخوام اینو نورمالایز کنم که یه مواقعی تو سفر توی اتاقمون بشینم و هیچ کار خاصی نکنم و فقط لذت ببرم، همش اینجوری نباشم که بدوام برم یه جای جدید ببینم و اینا. به خصوص اینکه ما الان اومدیم فیلادلفیا و من
فکر میکنم که مثلا یه سری از چیزای کوچیکی که دیدم کافی بوده راستشو بخواین و بیشتر شهرهای ساحل شرقی آمریکا خیلی شبیه هم دیگه است. خلاصه حالا از این بگذریم، یه سری ویدیو براتون میذارم از فیلادلفیا، به نظرم قشنگی خودشو داره. چیزی که میخواستم راجبش حرف بزنم تجربه خودم راجب شرایط اضطرابزا، نه فقط توی این برهه بلکه توی حالا 10 سال اخیر زندگی بوده. چند تا چیزو که وقتی نگاه میکنم میبینم که کاش انجام میدادم یا بعضیش که انجام دادم و خوب بوده رو دوست دارم بگم. چیز کوچیکی که من انجام میدم اول از هر چیزی که اضطراب دارم اینه که سعی میکنم در لحظه تصمیم نگیرم. دلیلش هم اینه که من خودم رو وقتی رصد میکنم میبینم که اضطراب که میگیرم، به خصوص اینکه من کلا سابقه اضطراب دارم، وقتی اضطراب میگیرم چون اضطراب برام غیر قابل تحمله، کاری که انجام میدم اینه که میام به یکی از ساده ترین و دم دستی ترین چیزهایی که میتونم باهاش اون اضطراب رو کم کنم بله میگم و بهش پاسخ میدم که بیشتر اوقات این دم دستی ترینه در راستای اهداف بلند مدت من نیست. مثلا میگم خیلی اضطراب زیادی رو حس میکنم از اینکه مثلا رئیسم ازم ناراضیه، بعد جای اینکه مثلا نمیدونم بهتر کار کنم یا اینکه مثلا ازش بپرسم خب تو از چی ناراضی هستی، شروع میکنم به این قضیه فکر میکنم که کاش اصلا من تیممو عوض کنم یا مثلا کاش برم مثلا بهش بگم چقدر اذیت شدم یا اذیتم کرده یا همچین چیزایی که اصلا سودی نداره. بحث اینجاست که من باید اول از هر چیزی بشنوم ببینم که چرا اینقدر مضطرب شدم و بعد اینکه ببینم چجوری میتونم برطرفش کنم. زمانی که مثلا قواعد بازی رو به قول معروف رعایت میکنم و منفعت بلند مدت خودم رو در نظر میگیرم. بنابراین یکی از بهترین کارهایی که میکنم اینه که تصمیم گیری در لحظه رو به تعویق میندازم و به خودم میگم که ببین میدونم که الان خیلی اضطراب داری و دوست داری به هر چیزی چنگ بزنی تا یه راه حل خوب پیدا کنی، اما اجازه بده یکم زمان بگذره و ببینیم که باید چی کار کنیم. و سعی میکنم که تصمیم نگیرم و فکر رو کار عجولانه انجام ندم. دومین کاری که به من کمک میکنه اینه که میام لود کاری رو کم میکنم. یعنی میام به خودم میگم ببین تو الان توی به خاطر این اضطرابی که داری یا به خاطر پیچیدگی شرایط میام تسکایی که باید بهشون رسیدگی کنم رو کاهش میدم و فقط همون چند تای اصلی رو انجام میدم. یعنی مثلا میگم مثلا درس دارم، کار لب دارم، مقاله دارم، بعد میخوام یوتیوبم بیام، بعد میخوام مثلا ورزشم بکنم، بعد میخوام با دوستامم کلی حرف بزنم، بعد 1000 تا کار دیگه هم هست. خب بعد میام به خودم میگم ببین نگاه کن من 2 تا از اینا رو برمیدارم و باید اینا رو عالی انجام بدم چون نمیتونم اینو تغییر بدم. مثلا من نمیتونم نرم لب کار کنم، خب اینجا پی اچ دی و فاند و همه چیز من اینجاست، یا من نمیتونم مثلا درس نخونم خب اما میتونم یوتیوب نیام، اما میتونم مثلا فلان مهمونی که میخوام و نرم اگه این واقعا شرایطشو ندارم. و میام این حجم کاری خودم رو کاهش میدم و به خودم میگم ببین تو الان خیلی مضطربی و تحت فشاری و سعی کن که فقط روی همین چیزهای بسیار ضروری تمرکز کنی و فقط همینا رو با دقت خوب و با کارهای خوبی انجام بدی و سعی نکن که هی بگی پس فلان چیز چی، بهمان چیز چی، اوکی اونا هم مهمن، اما اگر اولویت بندی بخوای بکنی و بهشون نمره بدی، اگه از 10 مثلا کارتو نمیدونم مثلا یه پروژه‌ای که الان باید روش تمرکز کنی از 10 مثلا 8 بگیره، خب این مثلا یوتیوب با اینکه خیلی حس خوبی میده و در این حال مثلا بهت کمک میکنه که حس کنی داری یه کاری خارج از لبت هم انجام میدی، اما اولویتش 2، انجامش ندی نه فاندت به خطر میفته، نه زندگیت به خطر میفته، نه آیندت به خطر میفته و رهاش کن. یعنی موقتا رهاش کن تا زمانی که تو شرایط بهتری قرار بگیری و بتونی انجامش بدی. سومین شاید هم 4مین
کاری که انجام میدم اینه که با بعضی از آدم‌هایی که منو میشناسن و امینم هستن حرف میزنم. مثلا بهشون میگم ببین من توی این شرایط هستم، دارم این تصمیماتو میگیرم، اینجوریه اونجوریه و شرایط خودم رو براشون توضیح میدم و اونا با توجه به شناختی که از من دارن بعضی اوقات به من یادآوری میکنن که این موضوعی که الان اینقدر اذیتم میکنه شاید به خاطر همین اضطراب باشه. حالا یا بهم راهکار میدن یا فقط بهم یادآوری میکنن که الان وقت تصمیم گیری نیست، وقت توقف کردنه و وقت اینه که روی یه چیزای ضروری تمرکز کنم تا زمانی که شرایط برام بهتر بشه. و اینطوریه که یه مقدار اضطرابمو کنترل میکنم. اما یه چیزی که در عین حال هست اینه که این موردی که گفتم حالا از بقیه میپرسم ممکنه حالا دوستم باشه، معمولا دوست نزدیک و اینا میپرسم، از این جهته که مثلا همیشه ما میگیم که اوکی اگه الان اضطراب داری باید بری دکتر، خب، یا مثلا باید بری تراپی، که اینا حرفای بسیار درستیه. اما من یه مواقعی توی زندگی باید توی برهه کوتاهی تصمیمات بزرگی بگیرم یا مثلا پروژه های بزرگی رو پیش ببرم، خب، و من نمیتونم یهو برم الان تراپی رو شروع کنم، چون که میدونم که تراپی با اینکه خیلی موثره یه پروسه زمان بره. مثلا من ممکنه امروز که شروع میکنم 2 سال دیگه ازش نتیجه بگیرم، 6 ماه دیگه ازش نتیجه بگیرم، در حالی که مثلا وقتی میرم با دوستم صحبت میکنم و بهم یادآوری میکنه که آها تو الان تو شرایط اضطرابی هستی یا این کارا رو میتونی بکنی، یا مثلا ممکن اگه موضوع خیلی کلی و غیر خصوصی اینا باشه راجع به مثلا این از همکارم بپرسم یا به رئیسم بگم، به خاطر اینه که حس میکنم اونا ممکنه یه لحظه این دید تونلی که اضطراب برای آدم ایجاد میکنه رو برای آدم گشاد کنن، یه نور قرار بدن و بگن که ببین این چیزی که الان حس میکنی یا این اضطراری که الان حس میکنی غیر واقعیه، ممکنه راجع به این موضوع یکم بعدتر تصمیم بگیریم، یکم بعدتر حرف بزنیم، یا این کار رو اگه الان بکنی قطعه‌ای از پازل اون در واقع هدف دراز مدتت نیست. و در واقع این نوع یادآوری‌ها رو بهم بکنن که من بتونم دوباره به خودم مسلط بشم. بعضی وقتا خودم یادآوری‌ها رو به خودم میکنم، اما خب دوستا و رئیس و پارتنر و اینا هم خیلی کمک‌های خوبی میتونن به آدم بگن. و اینطوریه که سعی میکنم در عین حال که موقعیت الانمو دارم میبرم جلو، هی نگم که من باید برم تراپی که فلان کارو بکنم، ممکنه تا اون موقع من در واقع تصمیمات غلط زیادی بگیرم. به خاطر همین فکر میکنم که مهمترین کارهایی که توی اضطراب میکنم نه برای اینکه درمانش کنم، فقط برای اینکه اجازه ندم اضطراب من برای من تصمیمات غلط بگیره. اضطراب من که برای من اضطرار میاره تصمیمایی رو بر من بگیره که در راستای اون هدف بلند مدت من نیست، این کارا رو انجام میدم و تا الان یه نتایج نسبی خوبی گرفتم. نمیگم همیشه هم خوب بوده چون بعضی اوقات بد بوده، اما به نظرم این یکی از چیزاییه که میتونه به آدم کمک کنه، چون که دوباره میگم این اضطرابه اضطراری برای اینکه همین الان حلش کن، همین الان درستش کن، همین الان براش راهکار پیدا کن و در واقع ایجاد میکنه انگار که مثلا میخواد فرار کنی که زودتر به یه نتیجه برسی، زودتر همه چی رو شفاف کنی، زودتر همه چی رو مشخص کنی، که این اجازه نمیده به اینکه یه لحظه توقف کنی و ببینی که ممکنه که اصلا این کاری که داری میکنی غلط باشه. مثلا این حالتی که دیدی مثلا یه نفر دنبال آدم میکنه و تو اینجوری هستی من برم حالا هر جایی که شد. خب بعضی اوقات این مسیری که داری میری اصلا مسیر خونه نیست که مثلا کلید بندازی بری تو، داری کلا میری یه جایی که اصلا تهش میخوره به بیابون و احتمال اینکه اون آدم تو رو بگیره حتی بیشتر میشه. در حالی که یه لحظه فکر کنی، یه توقف لحظه‌ای بکنی، ممکنه بگی آها من در این حال که دارم میدوام باید حواسم باشه که من دارم میرم خونه، پس باید مثلا از این سمت برم نه از این سمت. و من فکر میکنم اینا چیزایی بودش که توی این مدت تونستم یه کوچولو باهاش اضطرابم رو مدیریت کنم، چون که واقعا میگم اضطراب به خصوص برای آدمای اضطرابی و کسایی که حالا شرایط زندگیشون اخیراً خیلی تغییر کرده ممکنه اصلا ناگزیر باشه و ممکنه اصلا بخشی از زندگی همه ما باشه. و من فکر میکنم در عین حال که قدمای مثلا بزرگتری رو باید براش انجام داد، مثلا برداشت، مثلا دکتر رفت، دارو گرفت اگه لازمه، تراپی رفت، یه کارهایی رو باید انجام داد برای اینکه الان شرایط رو مدیریت کنم، برای اینکه بتونم فانکشنم رو نگه دارم، بتونم کارهایی که باید انجام بدم و انجام بدم، روابطی که باید حفظ کنم رو حفظ کنم، یا
کارایی رو نکنم که قرار باشه بعدم برای جبرانش خیلی زحمت بکشم. حالا اشتباهات کاری یا اشتباهات مالی یا اشتباهات بزرگ توی رابطه. یعنی منظورم اینه که ایمپالسیو نباشم، چیزی که اضطراب از آدم خیلی میسازه، یا رفتار ایمپالسیو. و فکر میکنم که دوست داشتم اینا رو با شما شیر کنم. امیدوارم که به شما هم کمک کرده باشه. من میرم دیگه، میخوام برم بشینم سریال ببینم. شاید باورتون نشه اما دیروز این موقع داشتم تکلیفمو مینوشتم، چون اصلا این سفری که ما اومدیم میشه سفر کاری بوده، یعنی به هدف کار بوده که حالا یه ذره تفریح هم توش اضافه شده. و امروز هم رفتیم یکم گشتیم و اینا. اما الان میخوام برم بشینم، دارم سریال بد سیسترز رو میبینم، یکم سریال ببینم 1-2 قسمت و یه ذره چیل کنم. شاید باورتون نشه با اینکه جای خاصی نمیرم و اینا، اما همین که اومدیم یه ذره بیرون از فضایی که همیشه توش هستم، بیرون از خونه، بیرون از مثلا محل کار، همین که اومدم تو جای جدید و یه ذره مثلا بیشتر وقت دارم، به هم حس خوبی داده و با اینکه خیلی هم وقتی اومدیم توی مود نبودم حالمو بهتر کرده و یه جورایی همینم حتی بهم استراب داده از اینکه پاشودی اومدی سفر، نمیدونم جای اینکه پاشی بری این ور رو ببینی اون ور رو ببینی، نشستی اینجا داری سریال میبینی، کاری که تو خونه هم میتونی بکنی، چیزایی که مغزم بهم میگه. اما خب جلوش ایستادم و کاملا حس میکنم که به این نیاز دارم و این هم یه نوع خوشگذرونی برام حساب میشه و به خاطر همین دیگه میرم که سریال ببینم. مرسی که هستین و اگه دوست داشتین تو کامنت ها با هم صحبت کنین. فعلا خداحافظ.